سلام بچه‌ها، چطورین؟ من گرشت سار هستم، دوست شماها و خیلی خیلی خوش اومدین به یکی از ویدیوهای دیگه من. بچه‌ها امروز یه پنل خیلی باحال آوردم واسهتون، یه پنل باحال و هدشات خورد بچه‌ها، یعنی راحت هدشات می‌کنیم، بکشیم بالا دگمه رو راحت هدشات بچه‌ها و 100% بهتون تضمین میکنم اینو که اصلا بند نداره و خودم استفاده کردم شخصا روی همین اکانتم، واسه شما آوردم که استفاده کنید. امیدوارم که خوشتون بیاد بچه‌ها و یکم حرف بزنم در چند روز که نبودم بچه‌ها. این چند روز رو من گوشیم خراب شده بود و یه چند مشکلات دیگه داشتن که بچه الان من واسهتون بگم. ویدیو کلا فکر کنم اولش بشه 5 دقیقه بچه، در این حد مشکلاتم زیاده و در همین حدم دارم واسهتون ویدیو میگیرم. امیدوارم که بچه روال چنلم دوباره به حالت عادی برگرده، یعنی یه روز ویدیو بتونم بذارم، ولی فکر نکنم بچه حالا هر موقع دیدم واسهتون ویدیو میذارم. سعیمو میکنم بچه یه روز در میان بذارم یا یه روز پشت سر هم دیگه تلاشمو میکنم بچه ببینم به کجا میرسیم. خب بچه الان ما یه دست میریم، یه دقیقه بذار بچه من صدای این بازیمو کم کنم، صدا اذیتتون نکنه. یه دست ترینینگ میریم ببینیم که بدون چیت، بدون این پنل چجوری میخوره تیرامون. خب بچه میریم اینجا یه دیزر دیگه بچه. الان دست منم بچه انگشتی ندارم، یه جوریه روی صفحه میکشم، امیدوارم که درست بالا بره. ببینید بچه یه الان بدونید چیت هست، درست حسابی نمیخوره، اصلا نمیخوره، کلا روی وسه. بفرمایید بیا. ببینید بچه من اگه اون چیته رو بزنم دیگه بچه حساب کنید کلا تیرام هدشات میشه و همینطور که میبینیم بچه داره وست میخوره. ماشاءالله ما میریم بچه 1 دقیقه این چیته رو میزنیم میاییم. خب بچه این همون پنل هستش که شما میتونین این پنل رو از توی چنل تلگرام من دانلود کنین که لینک چنل تلگرام من توی کامنت ها هستش، توی دیسکریپشن هم هستش، از اونجا میتونین برداریم. بچه لطفا وارد چنل تلگرام من شدید ممنون میشم پیوستن رو بزنین که چنل تلگراممون بزرگتر بشه بچه، زیاد کار سختی نیست. خب وارد این پنل میشیم، اینجا واسه شما میاره تلگرام، سابسکرایب شما میزنین روی تلگرام، بعد این دکمه بغل میزنین برمیگردین یوزر نیم و بچه اینجا باید اینو وارد کنیم لجیت بچه، این کلمه رو حتما باید وارد کنیم، با کلمه بزرگم باید وارد کنیم. خب بچه بعد اینجا از شما یه پسورد میخواد بچه، این پسورد رو من یه جا از ویدیو میذارم، نرین آخر ویدیو اسکیپ نزنین که آخر ویدیو پسورد نیستش، یه جا از ویدیو گذاشتم، از اونجا میتونین بردارین بچه، نگاه کنین ویدیو رو خوب با دقت، یه جا از ویدیو گذاشتم بچه، آخر ویدیو نیست، اسکیپ نزنین برین آخر ویدیو، از الان گفته باشم بچه. ما این پسورد رو میزنین. خب بچه وقتی شما پسورد رو زدید میزنین لوگین، بعد میزنین پلیز وایت، یکم صبر میکنیم تا برنامه واسه ما باز بشه، شما رو میاره اینجا و اینجا میزنین استفاده از این پوش اجازه دادن و بعدش برنامه برای ما باز میشه بچه. خب اینجا میزنین استارت پنل، اینو میزنین وارد تنظیماتتون میشه، یه کمی صبر میکنین تا برنامه واسه شما بالا بیاره. خب بچه برنامه که برای شما بالا آورد، این روی این برنامه میزنین، بعد میزنین مجاز کردن نمایش روی سایر برنامه، بعد دوباره برمیگردین توی برنامه استارت پنل رو میزنین. خب بچه اینجا برای ما پنل رو میاره، بعد میزنین اوپن گیم، اینجا میاره که فری فایر مکس، فری فایر شما یا فری فایر ساده. برای من فری فایر ساده است و روی فری فایر ساده میزنن، اگه واسه شما فری فایر مکسه روی فری فایر مکس میزنین بچه، ما میزنیم روی فری فایر ساده چون فری فایرمون ساده است. خب بچه پنل الان اینجاست و اینجا گزینه میاره اینبات، اینا همه رو بچه فعال میکنیم بچه. الان این چیته واسه ما فعال شد، منظورم این پنل هستش، الان برای ما فعاله. میریم حالا اینجا یه دیزرت میگیریم، من بچه علاقه خاصی به واتپکر دارم، واسه هم یه واتپکر میگیرم، واتپکر یا واتپکر نمیدونم، اینو میگیریم با یه یو ام پی هم میگیریم، تستی بزنیم چی میشه بچه. خب بچه بزن اول من صدا بازی رو کم کنم چون میدونم اذیتتون میکنه. بیا هدشات 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 بچه این همه تیراتون رو هدشات نمیکنه، چون اگه همه تیرا هدشات بشه فری فایر که خرد نیست، روش میفهمه که دیگه چیترین و 100% بنتون میکنه بچه. ببینین در حد ممکن داره هدشات میخوره، همینطور که میبینین چند تا یو ام پی هم تست میزنیم. این بچه چرا داره هدشات میخوره، خیلی راحت هدشات میخوره و شما میتونین استفاده کنین، بنام نداره بچه. میبینید که روی اکانت خودم هم زدم، راحت داره هدشات.
بچه این بود از ویدیوی امروز. دیدی که این چیتر کانال داشت راحت هدشات میخورد و هدزن شما رو افزایش میده. حالا بعضیا میان میگن اصلا افزایش نداد مال ما رو. بچه این به بستگی به استعداد خودتون هم داره. اینجوری نیست بچه که همه تیرها شما هدشات بشه. اون چیت با این نوع چیتا فرق میکنه بچه. اون چیتا 100% بند دارن ولی این چیت بند نداره، چون اگه همه تیره شما هدشات بشه فری فایر خرد نیست بچه. میفهمه که شما دارین چیزی استفاده میکنین، ولی این تقریبا 30-40% تیراتون احتمال هدشات رو افزایش میده و بازی از این بیخبر میمونه و شما میتونین راحت استفاده کنین. خوشتون اومد ممنون میشم کانال سابسکرایب کنین. اگه دوست داشتید بازم از این سبک ویدیو بذارم حتما کامنت بگید که من پارت بعدش هم بذارم. عشق منید بازیدی تا ویدیو بعدی. فعلا